یو سلامتی چطور؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. داخل این ویدیو همونطور از تایتل ویدیو متوجه شده من اومدم ایران بعد 6 سال و ویدیوشو داخل کانال علیگریزی حتما دیدید. اگه ندیدید به داخل کانال ویدیوشو ببینید. بچه‌ها من الان مدتی هست یعنی 4 ساله با کلی از بچه‌ها کار کردم، ادیت، تامنیل، ادمینی و اسکریپت و همه رو حالا تا جایی که ممکن مو بچه‌ها تونستن آوردن اینجا. من الان شدیم 15 16 نفر و از آلمان واسهشون سوغاتی خریدم و به جای سوغاتی آوردنش این ویلا خیلی گنده‌ای که دارید می‌بینید و اینجا ناکن بهت نشون بدم. همونطور دارید می‌بینید نشین منگاه دیگه بهش میگن کیایش. حالا چیق بهش میگن. حالا چیق یا آتیش اینجا میذارم اینا. ببین فیلم بعدن که کیا هست. یو رفقا سلامتون چطوری؟ آقا به جاست اینجا همونطور دارید می‌بینید یه چند تا حالا اونور باغچه این چیزا هست. ببین اومدیم اینجا یه ویدیو مشی داخل چنل علیگریزی گرفتیم. حالا تایتلش رو لو نمیدم ولی اینجا ناکن. اوه بخار کرد. سخت آب گرم. پس خیلی حال میده مخصوصا الان تازگیان بچه هوا سرد شده تهران. همینه من دارم با تیشرت دارم میرم شما عادت کردم. ببین این سرخو دیگه نشون نمیدم و اینکه چون که ویدیوشو گرفتیم بعدا ببینیم. چطوری خوبی رو کردم آرپی میشناسن. آره ما بابا باشه فهمیدی پول داری. حسرت این دارم 4000 یورو بدم حاجی دارم. علی الان حالت تو باید اینجوری باشه. حاجی دم پایی. دم پایی. اگه خواستیم نشون 1 میلیون تومان. آقا اینجا مدیا داریم. از بچه تیم نیست، از بچه دوست تیم هستن. رسول، بچهای آرپی میشناسن، جیتر، امیر کانتون، ما سه تا همه با هم. رو زد و فرار و بیسار. آقا دریشو! فستیوال دریشو دانیال حاجی. آقا در دانیال منو سورپرایز کرد که ویدیوش همین الان پلی میشه. آقا متین رو داریم از بچه‌های ادیتور علی توپیک بچه تام بزن و ادیتور دوباره. آقا حسام هم که از تازگی بچه‌ها به تیم مرحل شده. آقا خود نشون داد منو. آره نشونم نداد. آقا اینجا ما امیررضا داریم. بعد انگلیسی باهاش صحبت بکنیم. Hello. How are you, Mr. Nice to meet you. درد و نفرین تو ببینه دو تا طبقه هست. اخ بابا وایسا. اومد. اینجا بچه‌ها هم فیفا بازی میکنن. پلی استیشن بردن. الان مثلا این داره بازی داره. من پلی فیفا کارت چه نمی‌کنه؟ اصلا تو دست یکی نه. فورتنایت دست یا بنیو داره اینجا. بنی گشاده بچه‌هایی که منتظر ویدیو یه سن بودن با بی‌قولی و این آمد. همه شخصه این بنده خدا هست. بنده خدا چه این بیشور هستش. ویدیو رو با تأخیر رسون. خدافظ. درو بستم. لاپار خاموش کنید کارتون دارم. آقا اینجا یه آشپزخونه جزیره‌دار و اینکه به جز اینجا هم بریم اینجا چیز خاصی نیست. تنم و با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. کارو بگیر. ببین گریزی چیکار کرده واسه یکی نمیره تو هزینه همش هزینه شده. علی توالت رو نمیخوای نشون بدی؟ توالت نشون بده داشت نشون بده. اینا تو آلمان نیست. میز بیلیارد داریم، پینگ پونگ داره، فوتبال دستی داره، همه چی اینجا داره. یه ذره شورتر بازی کن. وای علی گریزی خیلی قویه. من نمیتونم. وای بابا این نمیذاره. بذار بازی جریان داشته باشه داشت. بذار. علی خودت نمیذاری در جریان. خونه علی با. خونه رو بهتون نشون بدم. چیز خاصی نیست. آقا بریم سراغ سوغاتی ها.